خانم شوهرداری که میری با مرد غریب روزها ماها ارتباط برقرار میکنی و پشت سر شوهرت بهش میگی شوهرم خیلی پسته، به من پول نمیده، معتاده، به من خیانت میکنه، به من محبت نمیکنه. فکر کردی اون آدم که اسمشو گذاشته مرد و اومده سمتت یا تو رفتی سمتش مشکلاتت برای اون خیلی مهمه؟ فکر کردی تو رو میخواد؟ اگه اون مرد که مجرده برای عشق حال موقتیش اومده سمتت، اگه هم که متأهل باز برای تنوع طلبی‌هاش اومده سمتت. ببین دوست عزیز، هیچ وقت یه مرد خودشو به مدت طولانی درگیر زن شوهرداری که به شوهر خودشم وفا نکرده نمیکنه. دیر یا زود اونم برمیگرده سمت خانواده‌اش و این وسط شما ضرر میکنی و دو حالت بیشتر نداره. یا شوهرت مچت رو میگیره، آشیانت از هم میپاشه، ممکنه طلاق و دوری از بچه‌ها و آبروریزی ها برات اتفاق بیفته، یا ممکنه اصلا همسرت حالا متوجه نشه، اما همونایی که تو رو وابسته کردن تو رو به عنوان یه زن بی‌بندوباری که به شوهرش وفا نکرده نگاه میکنن و تو رو مثل یه دستمال استفاده میکنن، میندازنت یه گوشه و برمیگردن به زندگی خودشون. اون موقع است که شما از این جدایی پریشون میشید و ممکن تا مدت‌ها دیگه نتونید تمرکزتون رو روی خودتون، فرزندتون و همسرتون بذارین. پس هر جای این جاده خطرناک هستین برگردین و از شما همین عزیزان میخوام که این محتوا رو بفرستین به دوست آشناهاتون. ممکنه اونها یا دوست آشناهاشون نیاز به تلنگر داشته باشن. حال خوب نصیب دل شما عزیزان.